و بالای جای نماز نشسته نماز میخواندم. باور کنین این کدام دشمن اسلام در بین این مردم ما اعلان کرده است؟ این ممکن نیست. زن عذر دارد باید نشسته نماز خواند. اینا کی میگوید؟ اگر مردم عذرناک باشد وای باید نشسته خواند. اگر عذر چی در مرد باشد، چی در جوان باشد، چی در زنها باشد فرقی ندارد. عذر برای همه عذر است. قوت راستا نماز خواندن نداره، نشسته نماز خوانید. نشسته نمیتوانید، دراز کشیده نماز خوانید. لیکن نشستن تماما در یگان خبرها آمدگی نیست که باید نماز نشسته خواند. السلام علیکم استاد حاجی میرزا، خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حمدانی کلخاز مراد رحیموف، ما در مسجد محله همان نماز تراویح میخوانیم. بعد ختم تراویح سلام دادن نماز مردم خسته میروند. شما درباره اینها چی گفتنی دارید؟ دوم، در کلخاز ما یک مسجد است. یکم سوال شد جواب میگردانیم. یعنی کسانی که ما نماز خواندیم تمام کردیم، یعنی بعد نماز باید که ما و شما ایستاده دعا کنیم، باید از پروردگارمان دعا طلب کنیم، زیرا الدعا هو العباده هست. الدعا مخ العباده هست. دعا خودش عبادت، دعا خودش مغز عبادت است. همون دستایی که شما میبردارین و از پروردگارتان زاره و تولا میکنید، وای هم در نزد پروردگار نماز نویسانده میشود، وای هم در نزد پروردگارتان عبادت نویسانده میشود. باید که بعد نماز ما و شما نشسته دعا کنیم که خداوند این عبادتی که ما داریم وای قبول بگرداند. باید که ما و شما دعا کنیم. اگر مبادایی که کسی ضرورت دارد، برای ضرورت اجازت است که وای مسجد ترک کند یا بین همون صفها را ترک کند، از پی کار شود. برای ضرورت میلش، لیکن بی ضرورت خستنی شما ده شما ترک سنت میکنید. باید که نشینین همراه پیشواتون دعا کنید تا که خداوند دعای شما را قبول کند. یک فضیلت نماز با جماعت انا همین است که در بین ما کسی نمیداند. گفتی شاعر کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. در این بحر نمیداند کی قدر دارد، ملا امام با قدر است در نزد پروردگار یا که یک آدم عادی ترین نمازخوان؟ کی با قدر است؟ کسی نمیداند. یک فضیلت جماعت همین است که شاید که با دعای یکی از همون قومیت خداوند خوش بیاید و دعای همه قوم قبول کند. برای همین ما و شما باید بعد نماز نشسته و یک جای دعا کنیم. مسجدها و صفها را ما و شما ترک نسازیم. ضرورت باشد میلش از پی کار چو، لیکن به ضرورت این خطا هست. دوم سوال کردن، در کلخاز ما یک مسجد است، در دویم آشیانه می باشد. در آشیانه یکم لطابازی میکنند، در آشیانه دویم نماز میگذارند. حالا آن که در کلخاز ما دو مسجد می باشد، شما چی گفتنی دارید؟ با احترام مخلص شما. اگر در بالایی که مثال در یکم آشیانه لطابازی می رود، در اگر آشیانه دویم نماز هم که خانه، نماز شما را خدا قبول می گرداند. لیکن شما باید که دعوت کنید یکم آشیانه را دویم آشیانه برید. کاری کنید شما دعوت کنید که اونها وقتی نماز لطابازیشان قطع کنند، نمازشان خوانند. در این باید شما مسئول هستید. کسانی که در همون دویم آشیانه میخوانند مسئولیت دارین که یکم آشیانه را چنان تبلیغ کنین که بعضی هاشون وقتی نماز ترک کنن و آشیانه دویم براین. لیکن این به نماز شما هیچ ضلالی ندارد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، بعد رمضان یک هفته روزه گرفتن حتمی است. میگویند که 366 روز گویا روزه گرفتی. من روزه بعد رمضان رو نگرفتم، گناه هست یا نه؟ از شما عذر میخواهم. یعنی این همون 6 روز از ماه شوال است بعد رمضان.
هر کسی که اگر این روزه را گرفت، پیغمبر خدا گفت که همچنان تصور کند که 366 روز گویا که در نزد پروردگار روزدار بود. این حدیث صحیح پیغمبر خداست که کسی 6 روز روزه گرفت، 1 ساله روزه را خداوند در نامه اعمالش نویساند. برای همین لیکن کسی نگرفت، در این نگرفتنش در نزد خداوند گناهکار نشد، زیرا فقط روزه‌ای که در گردن ما و شما فرض است این روزه ماه مبارک رمضان است. این روزه هایی که ما دیگر میگیریم این به فقط اخلاص ما و به تقوای ما وابسته است. اگر گیریم ثواب، نگیریم در نزد پروردگار گناهکار نمیشویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک چیز را پرسیدنیم، نمازهای قضایی 4 رکعته را با سوره خوانده می شود یا بی سوره؟ همون مثل خودش خوانین، مثل خودش خوانین. یعنی 4 رکعت نماز قضایی دارین، مثل خودش 2 رکعتش به سوره، 2 رکعتش بی سوره خوانین. چگونه قضا کردین همون خیل اداش کنین. سوره اقرا را در نماز خواندن در آخر سجده تلاوت لازم است یا 2 سجده نماز کفایه است؟ همین سوره اقرا که آخرش که خودش سجده تلاوت دارد، همون رکوعی که شما در نماز میکنین یا سجده‌ای که برای همون رکعت میکنین، برای همین سجده تلاوت همون بسنده است، خود کفایت میکنه. اینجا سوالای آمده است که امروز لازم بود از جوابش. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنیم که با سوالهای ما جواب دهید. ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه، تجارتگران بازار کاروان، از شما شنیدیم که بعد نکاح برآوردن عروس پیش تخت نکاح بریده می شود. آدمانی که ندانسته پیش تخت برآوردن امروز صاحب فرزند شدند، چی کار کنند؟ دوم، در سفر در داخل ماشین در راه باشی نماز خواندن جایز است. از شما خواهش میکنم که در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان شما، بابا خان و بابا جان. یعنی در سفر در راه در ماشین نماز خواندن البته جایز است. شما در هر چی سوار باشین، چی در پاییز باشین، چی در سمالیات ها باشین، چی در ماشین ها باشین، چی در کشتی های بالای آب ها باشین، همه حالت در نماز در گردن شما فرض است. وقتی نماز آمد باید که نماز شما ادا کنیم. اگر شما گویین که ما مسافریم، ما در داخل این ماشین ها سواریم و خداوند ما را میبخشد، نه، بلکه شما گناهکار میشوید. این گونه اعتقاد نکنید. شما اگر توانین همون ماشینی که در راه هستین، توانین اگر صاحبش سخن شما را رد نکند و گوید مثال پیشنهاد کنید که ما نماز میخوانیم ایستد، باید که شما بیرون در زمین نماز خوانید. یکی وقتی اون افتابوس ها باشد که مثال برای 1 نفر 2 نفر من نمیکنند، یا اینکه اگر من هم کی کنند بسیاری ها مثال در اینجا هر گونه گپ های زیادی میخیزانند، این حالت شما در حالت همون شیشتگیتان نماز نیت میکنید، با اشاره سر نماز میخوانید. و این عروس هایی که میپوشند این لباس هایی که از ما و شما نیست، بگیم امروز لباس هایی که فتة میپوشند، لباس های توریه که میپوشند، آستین ها مثال نیست، دست های اونها نمایان، گردن های اونها نمایان، بالای سرهای اونها نمایان. باور کنید این شرمندگی هست. اگر همه شما از ما ملال شوید، من برای شما میگویم که مادامی که این گونه لباس ها را در عروس های خود که پوشانیدین، یقین دانین که شما در نزد پروردگارتان بی نهایت در یک غضب پروردگارتان گرفتار شدید. زیرا شما حکم خداوند چیکار کردید؟ پایمال کردید. خداوند برای شما میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلبیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، لباسهای اسلامی را اول از زنها و دخترهای خودت سر کن
و بعداً به تمام زنهای امتت، با تمام آن مردهایی که امروز دعوا دارن که ما مسلمانیم، با اونها اعلان کن که باید دخترهای اونها از لباسهای اسلامی باید پوشند. این فرمان پروردگار است، این هیچ کس تغییر دادن نمیتونه. پیش رای این حکم خداوند کسی هم گرفتن نمیتونه. این خداوند برای ما و شما امر دارد. از این خاطر کدام دختری که البته این گناه کرده است و امروز صاحب فرزند شدن، توبه کنین، به سوی پروردگارتان زاره و تولا کنین که خداوند این گناه را از شما ببخشد. انشاءالله خداوند شما را میبخشد. لیکن به این گناه شما دیگر دست نزنید. اینا برای خودتان مدنیت نشمارید.